سلام دوستان، فرهادم. فکر میکنم این قراره جز اولین ویدیوهایی باشه که قراره تو یوتیوب آپلود کنیم. اسم اینجا رواله. شاید بپرسین چرا روال. اینجا قراره روال واقعی زندگی رو با هم بشنویم، صحبت کنیم از آدمایی که آدمای عجیب غریبی نبودن توی زندگیشون، صرفاً به روال زندگیشون دارن ادامه میدن برای موفق شدن. همیشه افرادی که صحبت کردن یا افراد موفق بودن یا افراد شکست خورده. اینجا ما بین اون دوتا قرار داریم و قرار روال عادی رو راجبش صحبت کنیم، چالش ها، سختی ها داریم. حالا دیگه نرسیدم برم خونه، قراره توی راه از این آقا میوه خریدم، یعنی 2 موز خریدم، شد نزدیک 100,000 تومان این 2 موز برای میان برده میشه. اینجا قراره روال زندگی واقعی رو مشاهده کنید. اینجا قراره با هم روال باشیم و این روال رو با هم به تماشا بشینیم، صحبت کنیم.